سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 13 دکامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بختیار اوریپوف عزیز طرفشان در جنگ اوکراین کشته شد. یتیموف و توشیف باز 120 کیلومتر پیش رفتیم تا امروز 90% مرز را علاقه مشخص کردیم. 13 مهاجر تاجیک در هوای سرد در نیم راه در ماندند. هشدار از طوفان و یخبندی در روزهای 13-14 دکامبر در اکثر نواحی تاجیکستان. یک جوان تاجیک را در روسیه برای 300 روبل حبس کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 13 دکامبر سال 2023 در شهر استرافشان بختیار اوریپوف زاده این منطقه و افسر نیروهای ویژه روسیه را به خاک سپاریدند. بختیار اوریپوف که همگی 30 سال داشت و پدر 2 فرزند بود در جنگ اوکراین کشته شد. بختیار نصراللهیف ادوکات شناخته زاده استرافشان که در شبکه‌های اجتماعی خیلی با حرارت از جنگ روسیه به ضد اوکراین حمایت میکند، بدون بردن نام مرد کشته شده را داده رقم نامیده گفت که او در جنگ با اوکراین فاشیستی قهرمانانه هلاک شد. بختیار نصراللهیف ادعا کرده است که این زاده استرافشان در اوکراین خاک تاجیکستان آینده ملتش را در مبارزه با فاشیسم، ملتگرایی و اهرمنای غرب حمایت کرده است. بختیار نصراللهیف درباره کی و در کجای اوکراین و در چه شرایط کشته شدن مرحوم یگان معلومات نداده است. در همین حال بنا به اطلاع دیگر سامانه استرافشان نفر در اوکراین کشته شده بختیار اوریپوف نام داشته در صف ارتش روسیه خدمت میکرده است. بختیار اوریپوف بعد ختم آموزشگاه حربی نیروهای دسانتی در شهر ریازان روسیه در آن کشور ماند و در هیئت نیروهای دسانتی روسیه خدمت میکرد. کی به اوکراین برده شدن و در آنجا کی و چگونه کشته شدن این زاده تاجیکستان معلوم نیست. از بختیار اوریپوف 2 فرزند خردسال یتیم ماندند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 21 ماه گذشته از آغاز این جنگی که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات حربی مخصوص نام میبرند، از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شده، تقریبا 500,000 آدم زخمی شدند. در بین کشته شدگان 10 تن از زادگان تاجیکستانی هستند که به استثنای 1 یا 2 نفر اکثریت کلش از طرف روسیه می جنگند. برخی آنها تاجیکانند که در صف قوه‌های مسلح روسیه خدمت می کردند. برخیش مهاجرانی بودند که در عوض وعده معاش و امتیاز خوب از جمله به آسانی به دست آوردن شهروندی روسیه با وزارت مدافع این کشور قرارداد بسته به جنگ رفتند. در اوکراین تا امروز بیش از 30 محبوس تاجیک زندان‌های روسیه نیز کشته شدند. این محبوسان با وعده آزادی زودتر با شبکه واگنر و یا وزارت مدافع روسیه قرارداد امضا کرده به جنگ ضد اوکراین رفته بودند. رسانه‌های قرقیزستان ویدیوی بیانیه‌های رهبران هیئت‌های حکومت تاجیکستان و قرقیزستان اوید به تعیین و علامتگذاری مرز 2 کشور سیمومین یتیموف و قمچیبک توشیف درباره نتیجه ملاقات نوبتیشان را که روز 12 دکامبر سال 2023 در شهر بادکن دایر شد نشر کردند. سیمومین یتیموف اظهار داشت که در این ملاقات کارهای به قدر کافی انجام داده شد و ما به مسافه بیش از 120 کیلومتر دیگر پیش رفتیم. ما این مسئله ها را اصولا حل کردیم. از طور عمومی مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان من و قمچیبک گفته می توانیم که علاقه بیش از 90% مرز دولتی معین کرده شده است. ما در حقیقت به حل این مسئله نزدیک شدیم. او به اعضای کمیسیون بین دولتی برای کارهای با موفقیت انجام داده شده تشکر گفت و افزود که کمیسیون به حل مسائل اساسی با مسئولیت تام مناسبت میکند و دستورهای دقیق رهبرهای دولت‌های ما را اجرا میکنند. قمچیبک توشیف تا امروز مشخص شدن بیش از 90% مرز تاجیکستان و قرقیزستان را تصدیق کرد و افزود که قطعه‌های مشخص به زودی تعیین و علامتگذاری خواهند شد. همگی چند قطعه دیگر باقی مانده است که ما در مورد آنها نیز به زودی قرار را به انجام میرسانیم. تا انجام کار پیرامون تمام مرز دولتی همگی چند ملاقات دیگر لازم است. اظهار داشت توشیف. او نیز اعضای کمیسیون همچنین یتیموف را برای خوب کار کردنشان تشکر گفت.
در اول هفته روان پرزیدنت قزاقستان صادر جباروف ضمن بازدید از ولایت با تاجیکستان در مرز بادکن خبر داد که بشکک و دوشنبه الکی در بهار سال 2024 مذاکرات مرزی را به پایان خواهند رساند. جباروف گفت آنها قصد داشتند که این کار را الکی تا پایان سال 2023 به انجام برسانند، ولی مذاکرات مرزی تا پایان سال 2023 کمی طول کشید. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه باسی که اساساً در مرز دو کشور جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. در سالهای 2021 و 2022 در نتیجه زدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور نزدیک 200 نفر کشته شده، بیش از 700 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. ظفر شریفزاده در فیسبوک درباره سرنوشت یک جوان تاجیک در روسیه با نام اوریفزاده سینوجان سال تولدش 2000 نقل کرد که او را در پی یک بیعقلی برای همگی 300 روبل فعلا برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفتند. بنا به نقل ظفر شریفزاده، اوریفزاده سینوجان در یکی از دانشگاه‌های تاجیکستان در سال دوم تحصیل می‌کرد، ولی به سبب پستی سطح زندگی مجبور شد به روسیه به مردکاری بیاید. سینوجان در شهر سرگیف پساد ولایت مسکو واقع در همگی 70 کیلومتری شمال و شرق شهر مسکو بایس دورنیک کار می‌کرد. در اول ماه دکبر سال 2023 سینوجان از نزد مغازه یک کارت بانکی یافته از بیعقلی با این کارت از آن مغازه به مبلغ 300 روبل خریداری کرده است. کارمندان پلیس سرگیف پساد که بودن خریدار را با این کارت معاین کرده سینوجان را دستگیر کردند و نسبت به وی پرونده جنایتی گشودند. دادگاه باشد تا انجام تفتیش پرونده جوان تاجیک را برای 2 ماه به حبس گرفته است. معمولا دزدی چنین مبلغ نوچیز را همچون قانون شکنی مأموری ارزیابی میکنند و گناهکار را با یگان جریمه جواب میدهند، ولی به ضد سینوجان اوریفزاده شاید برای بی‌صاحبی‌اش با اتهام دزدی 300 روبل پرونده جنایتی گشودند. در ماده 158 کودکس جنایتی روسیه همچون جزا برای دزدی جریمه به مبلغ تا 80,000 روبل، کارهای حتمی به مهلت تا 360 ساعت، کارهای اصلاحی به مهلت تا 1 سال، حبس به مهلت تا 4 ماه، محدود کردن از آزادی و کارهای اصلاحی یا حتی حکم زندان به مهلت تا 2 سال را مقرر می‌کند. ظفر شریفزاده ترس دارد که سینوجان اوریفزاده را به سبب بی‌صاحبی‌اش می‌توانند برای همگی 300 روبل که از بیعقلی به این مبلغ از کارت بیگانه خرید کرده است جزای سخت بدهند. او از همه هموطنان خواسته است که وضعیت سخت این جوان تاجیک را درک کنند و برای گرفتن ادوکات دستیاری خود را بر رویش دریغ ندارند تا که از بی‌صاحبی برای همگی 300 روبل حکم زندانش ندهند. چند پیش یک جوانزن تاجیک را که نیز با کارتی از کوچه یافته‌اش در مسکو از یک مغازه به مبلغ 500 روبل خرید کرده بود نیم سال در حبس نگاه داشته، سپس جریمه کلان بستند. آنهایی که میخواهند به سینوجان اوریفزاده برای گرفتن ادوکات کمک کنند میتوانند کمک خود را به این کارت اسپربانک گذارند که در اکران میبینید. از همه هموطنان خواسته شده است که حتی اگر دستگیری مولوی کردن نتوانید در حق اوریفجان دعا کنید. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. سیاره غفار و شهروند تاجیکستان ولی مقیم آلمان دختر و نبیرگانش را میجوید. 5 سال باز از سرنوشت آنها خبر ندارد. دخترش ستاره فوزیلووا سال 2015 به سوریه جنگ زده و قسما زیر نظارت داعش رفت و سال 2018 پاره بیدرک شد. ستاره فوزیلووا تقریبا 17 ساله بود که والدانش از هم جدا شدند و او با مادر به روسیه میزبان اصلی مهاجران کره تاجیک رفت. در آنجا با پسر دوست داشته‌اش ازدواج کرد، هرچند والدان هر دو طرف نمیخواستند که آنها ازدواج کنند. در تاجیکستان در نوع فردوسی دوشنبه زندگی میکردیم. داماد در نزدیکی خودمان زندگی میکرد. بچه خوب بود. آنها شنا شدند. ما به روسیه رفتیم. در همانجا وا خوردند. در همانجا نکاح کردند. میخواستم به تاجیکستان اومده توی کنند. تویشان هم راستی نشد. فکر میکنم که خانواده همین بچه زیت بودند. بعدن آنها در روسیه ماندند. مادر ستاره با پسر و دختر خردیش سال 2014 به تاجیکستان برگشت.
ستوره و شوهرش سعدالله طالبوف سال 2015 در مسکو بودند و بهار همون سال دیگر بیدرک شدند. ستوره اون وقت حامله بود، پسر کلونی هم در روسیه بود. اون وقت در ارتش روسیه قرار داشت. یک دفعه گفت که ستوره در سوریه است. عکسش رو فرستاد. لباسای سیاه پوشیده بود. راستی همه جایش محکم بود. وقتی عکس‌ها رو به ما روان کردند ترسیدم. بعدا یک دفعه ستوره خودش پیدا شد. در واتساپ نوشت که اوچه یگون علاج بیاب مرو از اینجا برار. ماه اکتبر بود. بعد وفات کردن شوهرش ستوره میخواست از سوریه که گروه با نام دولت اسلامی قلمروای وسیع عراق رو اشغال کرد بیرون رود. گروهی که با قانونهای عصر میانگی حکومت میکرد. شوهر ستوره رو 2 ماه بعد از رسیدن به سوریه در شهر طبقه کشتند. نیروهای حکومتی سوریه و عراق و نیروهای ائتلاف بین المللی در اون سال جنگجویان داعش را از آسمان و زمین هدف می گرفتند. عذاب ستوره در کشور جنگ زده و با یک طفل نوزاد 10 چند شد. بعدا ستوره نقل کرد که تنها ماندم. مادر جان دخترچم 21 روزه در دستم. خیلی مشکل بود برایش. این زمان منطقه های زیر نظارت داعش در محاصره قرار داشتند. مادر ستوره از روزها و قصه های بدتر دخترش به یاد می آورد که شاید چگونه خونریزی در سوریه بود و میشه روی گریز از آنجا را جستجو میکرد. پس از مرگ شوهرش سرنوشت ستوره را جنگجویان داعش یا همان مردان حل کردند که منتظر بودند که یگان همصفانش کشته شود تا زن او را بگیرند. بعد بار دوم ستوره شوهر کرد. اون وقت سال 2016 بود. یک دفعه تلفن کرد و گفت که اوچه مرا شوهر دادند. گفتم کیست؟ گفت ابو داوود. گفتم چگونه آدم است؟ گفت که نمیدونم، تاجیک. انسان خوب مثل دیگران. گفتم که ستوره آدم خوب سوریه نمی رود. قانونهای ارتجاعی گروه دولتی اسلامی در سوریه اجازت نمی دادند که زن جنگجویان کشته شده تنها از خانه بیرون آیند. از این رو ستوره را ناچار زن ابو داوود و یا پرویز سیدرحمانوف شد، همسر یکی از مبلغان فعال تاجیک داعش که باور می رود که 200 نفر را فریفته به صف این گروه کشانیده است. ستوره نتوانست زندگی را با ابو داوود ادامه بدهد چون عذاب و عقوبت زیادی از دست او کشید. هر 2 فرزندش را که اولی صفیه و سعدالله طالب و دومی محمد که از ابو داوود بود گرفته رفت. می گفت که بدرفتار بود، بسیار اذیت میداد، چندین دفعه زده بود. جایهای زدگیش را راستی به من نشون داده بود. سیاه بود بدنش، بسیار عذابش داده بود. می گفتم که التماس ستوره یک روش رو بیاب و از همان خلاص شو. سال 2016 ستوره از ابو داوود طلاق گرفت و جدا شد و از شهر رقه سوریه گریخت تا خود را به منطقه های آزاد شده از دست گروه دولت اسلامی برساند. در اردوگاه‌های پناهندگان الحال خود را بر رزمندگان کرد تسلیم کرد که به ضد داعش می جنگیدند. خود ستوره در یک نوار گفته است که لاگر ما الحال نام دارد در خساکیه. تمام دیگر هیچ چیز رو نمیدونم. سیاره غفور و می گوید یادم است که صبح بود تلفن کرد، گفت که اوچه ما را میبرند، نمیدونم به کجا. هیچ چیز نمیگویند. گفت شاید ما را عراق برند. زیاد ترسیده بود. گفت اگر عراق برند بسپارند همه ما را زن داعشیان گفته میکشند. من به تمام مقامات نوشتم، از آلمان تا تاجیکستان، روسیه، چچنستان کمک خواستم که دختر من بیرون آمده است، در پناهگاه است، یاری کنید. به همه جا نوشتم. به صلیب سرخ بین المللی آلمان هم سال 2018 آخرین بار وقتی با ستوره گپ زدم 7 اپریل بود. گفت مادر همه چیز اینجا عوض شد، قانونا سخت‌تر شد. تمام آخرین صحبت ستوره همین بود. دیگر به علاقه نبرآمد. دیرتر مادر خبر مرگ دخترش را از زنان شنید که همراه ستوره بودند. تلفن‌های اطرافیان را ستوره به مادر داده بود تا در صورت اتفاق از حال او خبردار شود. دیناره نام زن قزاق خبر را به سیاره رساند. گفت که ستوره را کشتند. گفتم همین گونه خبر آمد. 3 نفر در یک کشور مردم چه کار میکنیم؟ از دستمون هیچ چیز نمیآید، فقط گریه کردیم. دیگر تلفن میکردم، میپرسیدم، میگفتن که همین خیلی فهمیدیم که کشته شد. دیگر هیچ چیز رو نمیدونیم. مقامات تاجیکستان که تا حال 256 زن و کودک تاجیک را از سوریه و عراق برگردانیدن میگویند سعی دارند تمام عائله‌های باقی مانده و پریشان تاجیک را به زودی به وطن بیارند. از زمان ظهور داعش زیاده از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفتند. اکثر آنها زن و فرزندانش را هم با خود بردند.
پس از سقوط داعش صدها زن و کودک با سرنوشت مانند به ستاره روبرو گشتند. حکومت تاجیکستان تا کنون بیش از 250 زن و کودک را به کشور برگرداند. صدها نفر دیگر هنوز ماندند و تعدادی هم کشته شدند و یا به نام و نشانند. شب 12 به 13 دکامبر سال 2023 کارمندان وزارت ولایت‌های فوق‌العاده قزاقستان 31 مهاجر تاجیک را که به علت شکستن اتوبوسشان در شهرهای استان پتروپاولوفسک در هوای سرد در نیمه رو در مانده بودند به مکان گرم کوچانیدند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات وزارت ولایت‌های فوق‌العاده قزاقستان، این 31 مهاجر با شمول 2 کودک در هوای سرد در نیمه شب در حدود ولایت اوقمولا در شمال قزاقستان در زیر هوای سرد مانده بودند. آنها را به نقطه گرم در شهر کوکشتاو انتقال داده با غذا و جای گرم و جای خواب تامین کردند. وزارت ولایت‌های فوق‌العاده گفت مهاجران تاجیک بعد ترمیم اتوبوسشان به سفر خود ادامه خواهند داد. یادآور می‌شویم روز 9 اکتبر در همین شهرهای استان پتروپاولوفسک نجات بخشان 28 خارجی، 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان را که اتوبوس آنها نیز به علت سردی ویران شده بود از هوای سرد به نقطه گرم در کوکشتاو کوچانیده بودند. روزهای آخر در روسیه و آسیای مرکزی سرمای قهرتون اوکفرما شده است. در همان شهر کوکشتاو شب‌ها حرارت هوا تا 36 درجه پایان می‌فراید. دپارتمنت ولایت‌های فوق‌العاده ولایت اوقمولا از همه خواسته است که در صورت دچار شدن به یگان حالت ناخوش فوراً به رقم 112 به آنها خبر دهند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به پیشبینی هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که روزهای 13 و 14 دکامبر سال 2023 در اکثر ناحیه‌ها نواحی کوهی و نزد کوهی و عقبه‌ها تمام پیشبینی شده است. در قلمرو ولایت سوق شمال با صورت 23 متر در یک ثانیه خواهد وزید. 13 دکامبر سال 2023 در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی ولایت سوق و شهرهای دوشنبه چنوق خطر لغزش ترمه تهدید می‌کند. روزهای 13 و 14 دکامبر سال 2023 در راه‌های ماشینگردی که از طریق نواحی تابع جمهوری و ولایت سوق می‌گذرند بارش برف و یخبندی پیشگویی شده است. در این ارتباط کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به خاطر پیشگیری از هر گونه حادثه‌های ناخوش توصیه می‌دهد آدمان سالخورده، کودکان، نورسان باید در چنین نوا خود را احتیاط کنند. سیر و گشت برایشان ممکن نیست. کسانی که بیماری‌های دل و رگ، فشار، استما، برانخیت دارند حتما باید ذخیره‌های داروهای لازمی را برای احتیاط با خود داشته باشند. در حالت بد شدن وضع سلامتی حتما باید به دکتر مراجعت کنند. تلاش کنید زیاد کارهای جسمانی انجام دهید. هر کار علاوه جسمانی نفس‌کشی شما را دشوار می‌کند و این به سلامتی شما تاثیر منفی می‌رساند. اگر حادثه فوق‌العاده سر زد می‌توانید با تلفن نجات 112 و یا قسم نوبرداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده 93 880 28 19 223 13 11 زنگ زنید. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب و صبح 12 دکامبر سال 2023 در 2 صدمه در شمال و جنوب جمهوری 3 نفر جان باختند. از جمله شب 12 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 01:15 راننده автомашин تمغه مرسدس بنز سودبولدایف علی جورایویچ سال تولد 1960 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت یختر نویه دیوشتیش از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به ماشین تمغه مرسدس اتیکو تحت اداره راننده زیویف عبدالملک سال تولد 1984 ساکن نویه باباجان غفوروف برخورده است. در نتیجه راننده سودبولدایف و مسافرش قربویف زیاویدین سال تولد 1961 ساکن شهر ترسونزاده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. سوی 12 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 09:30 راننده ماشین تمغه خوندای اوانت توشزاده مختار سال تولد 1982 ساکن نویه جامی هنگام حرکت در شورای بختر دوشنبه در جماعت دیات غراباد نویه خراسان با وجود نامساعد بودن آب و هوا و بارشات باران قاعده های حرکت را رعایت نکرده با سرعت بلند حرکت کرده ماشین را به چخوری کنار را چپه نموده است. در نتیجه مسافر این ماشین شامودینوف جلال‌الدین سال تولد 1974 ساکن نویه جامی جراحت وزنی جسمانی برداشته
در جای حادثه جان داده است. اوید با این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر دانسته می شوند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.